ما اینجا دیگه اگر کسی به خواست دشمن بیاد، اون رو ما معترض و غیره نمیبینیم، اون رو ما دشمن میبینیم و آنی میکنیم که با دشمن میکنیم، برخورد میکنیم که با دشمن میکنیم. همه بچه های ما دست به ماشه آمادن در حراست از انقلابشون، در حمایت از مردمشون و میهنشون. ما جانمون رو فدای میهنمون میکنیم، جانمون رو فدای مردم میهنمون میکنیم و جانمون رو فدای مکتبی میکنیم که این میهن و این مردم رو اینجوری پرورش داد و کار کرد. لذا در این بخش هم بچه های ما شبانه روز در خیابون ها مستقرن. چندین وقت هست بچه های ما بدن عزیزشون رو با اسفالت خیابون ها، با موانع در مرز روشن میکنن و آشنا میکنن و این را هم برای خودشون افتخار میدونن و عبادت میدونن. من به بچه ها گفتم مردم قدر خیابانی، شبهای قدر خیابانی دارن عمل میکنن، شما هم قدر خیابانی دارید با امنیت مردم، که اینجا هم مردم مطمئن باشن ما در کنارشون و حامیشون هستیم.